سلام دوستان، به قسمت چهارم آموزش نرم افزار انشاد خوش آمدید. در این آموزش انشاد بر شما کار میکنیم که وارد صفحه ادیت ویدیو در نرم افزار انشاد میشیم که ببینید که تمام نرم افزارهایش که داخلش هست، یعنی امی تول هایی که داخلش هست ما یاره بر شما معرفی میکنیم که از این تول های نرم افزار انشاد چگونه شما استفاده کنید تا اینکه شما بتوانید ویدیوهایتان را به طور پیشرفته ادیت کنید. بالای ویدیو کلیک میکنیم در نرم افزار انشاد. وقتی اینجا کلیک کردیم بالای نیو کلیک میکنیم. اینجا هر ویدیویی را که شما بخواهید که مثلا قبلا ادیت کرده بودید اینجا پروژهش میونه. اگر میخواستید که ویدیو جدیدی را شما مثلا بالایش تغییرات یا ویرایش را انجام بدید، اینجا بالای نیو کلیک میکنید. از اینجا میریم مثلا یک ویدیو را انتخاب میکنیم. ما یک قطعه عکس انتخاب میکنم اینجا که بر شما تکنیکاش یاد میده. وقتی عکس انتخاب کنید، اگر شما میخواستید چندین ویدیو رو یا چندین عکس پشت در پشت انتخاب کنید، به این شکل باز بالای این تک سبز کلیک میکنید. اگر نه که یک ویدیو را میخواستید بالاش ادیت انجام بده، یک دانه را انتخاب کنید و بالای تک سبز کلیک کنید، وارد میشه به این شکل. خب ببینید اینجا برای ما عکس هم به شکل عمودی آورده، هم به شکل افقی یا چی بگویم ورتیکال هورزنتال اینجا برای ما آورده، هم به شکل دراز و هم به شکل بردار. خب ما این را چگونه بتوانیم که عالی را جورش کنیم؟ اگر ویدیوی ما مثلا به این شکلی باشه که موبایل ما، یا بخوایم که ویدیو را به تلویزیون و صفحه یوتیوب و چیزا ادیت کنیم، باید به این شکل هورزنتال باید باشه. اگر بخوایم ویدیو را به صفحه فیسبوک و یا تیک تاک عیار کنیم، باید به شکل استاده یا ورتیکال باید باشه. خب این را میریم که این از کجا تنظیم میشه. چرا که ببینید عکس ما اینجا قسمت ما اینجا که هست، عکس ما که هست هورزنتال است، یعنی قسمتی از بردار است، به شکل استاده نیست. ما این را باید ادیت خود صفحه ادیت ما را ببینید به این شکل دراز آمده. اینجا این را ما باید چی کنیم؟ به شکل این چیز بسازیم میشه، هورزنتال باید بسازیم میشه. به صفحه یوتیوب یا به تلویزیون که میخوایم سیلش کنیم به شکل به تلویزیون عیارش میکنیم. اینجا قسمت اول اینجا داره به نام کانواس. بالا از این کلیک میکنیم. ببینید اینجا برای ما نشان میده، میگه شما امی ویدیو را میخواید ادیت کنید با کدام سایز باید باشه، 9 در 16 استاده باشه یا 16 در 9 به شکل افتاده یا همون شکل هورزنتال باید باشه. چون عکس ما کس مثلا میخوایم که ادیتش کنیم به سایز تلویزیون باید باشه یا به صفحه یوتیوب باشه، بالای چی کلیک میکنیم؟ 16 در 9. ببینید صفحه خرد شد و مستقیما همو عکس ما را به همو سیستم عیارش کرد. اگر بخوایم ویدیو خود به تیک تاک و یا فیسبوک به این پلتفرم عیارش بسازیم، بالای 9 در 16 کلیک میکنیم و چی میکنیم؟ همو ویدیو یا تصویری را میخوایم ادیت کنیم به اون شکل چی میکنیم میشه؟ کلان میسازیم میشه و 9 در 16 را انتخابش میکنیم. اگر ببینید عکس‌ها کلگیش اینجا آوردگی است. اگر بخوایم به اینستاگرام عیار کنیم، چون اینستاگرام بعضی جا هست تصویر یک در یک برای ما شما میخواد و این قسمت دیگه هم 4 در 5 است. چون ما به اینستاگرام جور نمیکنیم، مثلا یا به سایز تلویزیون یوتیوب با یا جور میکنیم ویدیو ادیت میکنیم اکثریت وقت، و یا ای که با تیک تاک و صفحه فیسبوک ریلز برش مگذاری میشه به این شکل که به شکل تو دراز رخ می باشه. به این شکل ویدیو میخوایم ادیت کنیم. خب در این وقت ما میریم به 16 در 9. اینجا چی میکنیم؟ صفحه نمایشی ویرایش خود چی میکنیم؟ انتخاب میکنیم و اینجا ببینید صفحه خود ما خورده کلان کرده میتونیم و با دستم میتونیم اینجا دو انگشت خود در روی صفحه قرار بدیم. همو ویدیو یا تصویری را که میخوایم بالاش ادیت انجام بدیم، صفحه را چی کنیم؟ خورده کلان بگذاریم. این آموزش بر شما که ثبت کردیم، این صرف امی بخشی را بر شما معرفی کردیم که شما ویدیو را ادیت میکنید، آیا ویدیو را به تلویزیون، به صفحه یوتیوب و یا ای که به فیسبوک و یا تیک تاک میخوای ادیت کنید. در این آموزش بر شما همین را کار کردیم. و شما میتوانید که اگر صفحه یوتیوب ما را سابسکرایب نکردید، صفحه یوتیوب ما را سابسکرایب کنید تا اینکه آموزش ها و ترفند های بعدی را که بر شما ثبت میکنیم
در دسترس شما قرار بگیره و با لایک و کامنت های زیبایتان ما را حمایت کنید. صفحه تیک تاک و فیسبوک ما را فالو کنید. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.